با سلام خدمت همه دوستان. با یکی دیگه از برنامه علم اسامی در خدمتتون هستم. ما یه روش فرمول خدمتتون قبلا گفته بودیم که در رابطه با این که چجوری ما محاسبه کنیم ارتعاش اسممون و ببینیم به چه صورت هست این ارتعاش. به این شکل بودش که اسم خودمون و اسم مادرمون رو با هم جمع میکردیم، تقسیم بر 4 میکردیم، یعنی 4 تا گروه بود: اشرافی، عرفانی، کم درآمد، حادثه آفرین و 4 تا عدد به ما میدادش. 0 که عدد خوب بودش، گفتیم جزو دسته اشرافی هستش. 3 2 1 که به ترتیب عرفانی و کم درآمد و حادثه آفرین بودش. حالا بعضیا توی کامنتاشون گذاشته بودن که یه فرمول دیگه هستش که این فرمول تقسیم بر 12 میشه. این چجوریه؟ چرا توی فرمول شما تقسیم بر 4 میشه؟ ببینید اون کلیت فرمول هستش. وقتی که میان به جزء تقسیم میکنن، هر کدوم از این دسته ها، یعنی 4 تا دسته، به 3 دسته تقسیم میشه: اشرافی، عادی، عالی، حادثه آفرین. توی اشرافی یعنی متضرر میشه، عرفانی، عالی، عادی، متضرر، کم درآمد، عالی، عادی و متضرر. ببینید اینها همه توی این فرمول همون 4 دسته هستن که اومده به 12 دسته فرعی تقسیم شده اینجا. یعنی اسم شخص رو به اضافه اسم مادر با هم جمع میکنیم، تقسیم بر عدد 12 میکنیم که این 12 حالت به وجود میادش. 1 میشه اشرافی، 2 میشه اشرافی عادی، 3 عرفانی عالی، 4 عرفانی عادی، 5 کم درآمد عالی، 6 کم درآمد عادی، 7 اشرافی متضرر، 8 عرفانی متضرر، 9 کم درآمد متضرر، 10 حادثه ساز عالی، 11 حادثه ساز عادی، 12 حادثه ساز متضرر. این 12 دسته تقسیم میشه. حالا اگر ما باید اینو به همین صورتی که هستش باید تقسیم کنیم. مثلا اسم شخصی علی هستش، اسم مادرش زینب. علی به ابجد کبیر میشه 110 و زینب هم میشه 69 به ابجد کبیر. همطور که میبینید 69 به اضافه 110 وقتی با هم جمع میشه 179. تقسیم بر 12 میشه. وقتی شما تقسیم بر 12 میکنین 14 تا 12 تا میشه 168 تا که 11 تا باقی مونده میاره که میشه جزء دسته حادثه ساز عادی. حالا اگر باقی مانده ما 0 میشد که در هیچ کدوم از این دسته ها نبودن، ما فقط می اومدیم اسم شخص رو به تنهایی تقسیم بر 12 میکردیم و اون موقع مشخص میشد ما جزو کدوم دسته هستیم. ببینید الان در این مثالی که من خدمتتون گفتم، این شخص جزو حادثه ساز عادی محسوب میشه. اسمش علی بوده، اسم مادر زینب، به ابجد ما تبدیل کردیم، با هم جمع کردیم، باقی مانده شد 11. حالا اگر اینجا در این فرمول ما بیایم این عدد 179 رو بکنیم 180، متوجه هستیم؟ یعنی یک عدد به این عدد ما اضافه کنیم. میشه در ابجد چه عددی؟ میشه عدد الف که به عدد 1 ما 1 در نظریم، الف رو در ابجد 1 در نظر میگیریم دیگه. اگر اینجا ما بیایم این اسم علی رو بکنیمش اسم علیا، یعنی یه الف بهش اضافه کنیم، این عدد ما میشه 180. درست شد؟ ببین الان ما با یه شخصی طرف هستیم که با این فرمول شده جزء حادثه ساز عادی. حالا ما بخوایم اینو تغییرش بدیم، از این حادثه ساز عادی درش بیاریم بیاد تو لول بالاتر. ببینید ما میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که ما با اعداد طرف هستیم. ببین الان اینجا 12، اگر 179 ما میشه 180،
بر 12 بخش پذیر میشد، پس باقی مانده ما 0 در می اومد. و می اومدیم اسم علیا رو به تنهایی می اومدیم ما محاسبه میکنیم، چون گفتم اگه 0 بشه به تنهایی محاسبه میکنیم دیگه. خب توی این فرمول اگر بشه 180 تقسیم بر 12 180، یعنی گفتیم بیایم که یه دونه عدد به این علی اضافه کنیم، میشینه بکنیمش علیا، یعنی به اضافه یه دونه 1 علیا، این میشه 111. اینجا میادش 180 هستش. اگه یعنی یه دونه الف ما به این علی اضافه کنیم میشه علیا، میشه 111. 111 رو با 69 جمع کنیم میشه 180. 180 تقسیم بر 12 میشه 15، میشه 0. حالا میایم خود کلمه علیا رو تقسیم بر 12 میکنیم. 12 تقسیم بر 111 تقسیم بر 12 میشه 108. 9 تا 12 میشه 108 تا 3 تا باقی مانده میاره. یعنی این شخص از دسته حادثه ساز عادی که اینجا شد 11 اومد ارتقا پیدا کرد به کجا؟ به عرفانی عالی. متوجه شدیم؟ ببین ما اینجا با اعداد طرفیم. شما وقتی میاد اعداد تقسیم میکنی اینجا، وقتی که میبینی که باقی مانده به دست میاره، بیاین یه عددی بهش اضافه کنین یا یه عددی ازش کم کنین. خب حالا بستگی داره به اون اسمی که داری. حالا مثلا اسم علیا داریم یا بستگی داره به اون اسمی که هستش، یا یه اسم انتخاب بکنین که با مضربش با این تقسیم شما بخونه، که باقی مانده که به شما میده یه باقی مانده باشه که جزو این دسته های بالا باشه، جزو اشرافی، عرفانی، این دوتا حالت باشه، یا عرفانی باشه یا اشرافی به شما بده، که دیگه جزو دسته های پایین تر حادثه ساز و کم درآمد قرار نگیری. من همینو به طور مثال خدمتتون گفتم، یه نمونه که بدونی که به چه صورت هستش که ما چجوری تغییر اسم میتونیم بدیم، ما چجوری میتونیم اسم رو متغیر کنیم. یعنی اسمی که برای ما مشکل ساز هستش و خطر ساز هستش از این اتفاق در بیاد. ببینین انرژی که اسم ما به ما میده، انرژی که اسم ما در زندگی ما جریان پیدا میکنه بستگی به اعمال و رفتار ما داره. ببینین ما باید اعمال و رفتارمون رو کنترل کنیم. اسم باعث میشه که ما کارهای انجام بدیم که انجام نباید بدیم، اتفاقایی رو انجام میدیم که اصلا نباید انجام بدیم، مشورت نمی کنیم، سرخود کاری انجام میدیم، تو هر کاری که میخوایم انجام بدیم دقت لازم رو انجام نمیدیم، نمیدونم به اون کار اصلا علاقه نداریم، وارد یه کاری میشیم، چون یه سری چیزای خوشمون نمیاد، بی خود و بی جهت، طبق یک سری مقررات عمل نمی کنیم. این انرژی ارتعاشات اسم به این شکل در ما اثر میذاره. اگه ما بتونیم توی رفتار و کردار و کارهامون یه نظمی به وجود بیاریم، یه ترتیبی توش به وجود بیاریم، بایدهایی رو که باید انجام بدیم، نبایدها رو نباید انجام بدیم، ببینید این ارتعاش اسم به این شکل هم تاثیر خودش رو میذاره. توی زندگیمون ما توی یه چارچوبی قرار بدیم، زندگیمون رو، بایدها نبایدهامون رو مشخص بکنیم، غلطها و درستها رو مشخص بکنیم و اونی که باید انجام بدیم، اونی که باید مشورت بگیریم، اونی که باید به تنهایی انجام بدیم، اینها همه چی توی چارچوب مشخصه. ما وقتی از این چارچوب خارج میشیم، اون ارتعاشات اسم باعث شده که ما از این چارچوب خارج بشیم. ببینید پس همه چی در نهایت دست خودمون هستش.